ویتا هستم. این که قرار است چی بگم کم کم توی اون پروسه که با هم صحبت میکنیم بهش واقف میشیم. اما اینکه چرا تصمیم گرفتم که این ویدیوها رو کم کم منتشر کنم و در موردش صحبت کنم، دلیلش اینه که ما هممون با یک سری مبانی و یک سری لغاتی که این روزا خیلی ازش میشنویم، حالا به شکل‌های مختلف درگیریم. بذارید آروم آروم وارد این پروسه بشیم. این که من کی هستم و دقیقاً چه کاری هم انجام میدم، حالا به ترتیب آروم آروم در موردش اطلاع پیدا میکنیم. اما تا همینجا فقط یک لغت هست به اسم من وجودی، چیزی که من سالیان سال در تک و پوین هستم که اون من وجودی چیه، چرا اینقدر سرگردونه، حالا باید برای در اصل التیامش چه کاری انجام بدم و شاید محوریت تمام گفتگوهای ما در مورد من باشه و بتونه توی پروسه های مختلف مثل حالا بخشی توی تاریخ هنر، بخشی توی ورزش و یا همه اینها گسترش پیدا کنه که آروم آروم در موردش صحبت میکنیم. امیدوارم که بتونیم همچنان ادامه بدیم، اما برای شروع من به دعوت یکی از دوستانم به این سوال دعوت شدم که چرا مهاجرت کرد. 1 سال و 3 ماه که من به انگلیس اومدم و دانشجو بودم. توی 1 سال و 3 ماه من دلم برای خانوادم تنگ شده. خیلی وقتا ترسیدم، خیلی وقتا کم آوردم، خیلی وقتا حق کردم، ولی خب شاید داشتن آدم‌های مؤثر هم توی این مسیر خیلی مهمه که بعضیاشون واقعا بی دغدغه با تو صحبت میکنن و تو میتونی حالا اون بروریزی رو داشته باشی و توی این پروسه بتونی که ادامه بدی. این ویدیوها قرار نیست که من آرایش آنچنانی براتون بکنم و بیام حالا با یک لحن عجیب غریبی بشینم صحبت کنم. من دقیقا قراره که خود واقعیم رو این وسط ازش صحبت کنم و نهایتا اون منه که برای هممون یک فکر میکنم کلید واژه مهمه که توی این پروسه حالا مثلا چه کتابایی میخونی، چه تجربیاتی داری و شاید همه اینا بتونه از طرف یه آدمی که صرفا خودش اینا رو به طور خیلی ملموس و شخصی تجربه کرده، بدون هیچ کلیشه‌ای، بدون هیچ تبلیغی، بدون هیچ ظاهر اضافه‌ای بیاد باهاتون صحبت بکنه. و گاهی ممکنه که یک خط کتاب با هم بخونیم، گاهی ممکنه که از یه تمرین ورزشی مثلا معمول صحبت بکنیم، خیلی وقتا ممکنه در مورد یه سبک زندگی با هم صحبت بکنیم یا یک مسئله تاریخی، ولی همه اینا محوریتش شاید شامل حال اون من وجودیه. امیدوارم که در لحظه حال که الان این اتفاق داره میفته همچنان لحظه های حال بعدی هم وجود داشته باشه، برای اینکه بتونم واقعا اینا رو به عنوان یک تجربه شخصی و صرفا یک صحبت شخصی و فردی که تجربهش کرده با تو به اشتراک بگذارم. خوب باشید.